گاهی برای پیدا کردن خودت باید همه چیز را از دست بدهی. هرچه را که با ترس نگه داری روزی با درد از دست خواهی داد. درختی که از برگ‌های مرده‌اش دل نمی کند هرگز شکوفه نخواهد داد. بعضی چیزا را باید همونطور که آمدند بگذاری که بروند. وقتی چیزی را رها می کنی به جهان اجازه می دهی آنچه برایت مقدر شده راهش را به سوی تو پیدا کند. گاهی باید دستت را از قایقی که در حال غرق شدن است برداری تا خودت را نجات دهی. دلگیر نباش، بگذار آنچه قرار است برود. شاید این رفتن زیباترین آغاز تو باشد. اگر تقدیر او را از تو گرفت به آن اعتماد کن. شاید در ازای این نبودن چیزی عمیق‌تر درونت متولد شود. نبودن بعضی از آدم ها درد دارد، اما نبودنشان گاهی همان چیزی است که باید اتفاق بیفتد تا تو مسیر درستت را پیدا کنی. قرار نیست همه بمانند. بعضیا فقط میآیند تا درسی به تو بیاموزند، زخمی بزنند یا چراغی در تاریکی دلت روشن کنند و بعد بروند. دنیا صحنه‌ای است که هر کسی در آن نقش کوتاهی دارد. بعضیا میمانند، بعضیا میروند و تو باید یاد بگیری که هیچ نقشی را برای همیشه نگه نداری. بپذیر که آدم ها ماندنی نیستند، اما تأثیری که بر ما میگذارند تا ابد بر روحمان باقی میمانند. هیچ چیز در این جهان اتفاقی نیست. هر دیدار، هر جدایی، هر درد و هر لبخند پازلی از طرح بزرگتری است که شاید امروز درکش نکنی، اما روزی تمام قطعات در جای خود قرار خواهند گرفت. اگر چیزی به سمتت می آید یا درسی برایت دارد یا هدیه‌ای که هنوز از ارزش آن آگاه نیستی و اگر چیزی از تو گرفته می شود، شاید برای این است که درهای بهتری قرار است برایت گشوده شود. هر انسانی که سر راهت قرار می گیرد پیامی برای تو دارد. بعضیا تو را می سازند، بعضیا تو را می شکنند و بعضیا فقط می آیند تا چیزی را به تو بیاموزند و بعد برند.